خداوند از یک روزی هر مسئولی که از امکانات بیت المال استفاده میکنه و در برابر مردم مسئولیت داره، در روز حشر حساب خواهد خواست. در بیانیه عیدی که گذشت علی قدر امیرالمؤمنین یک اشاره داشتن که حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که خلافت خود چقدر خدمات کرده بود، چقدر کارهایی کرده بود، ولی زمانی که دعا میکرد از خداوند میخواست که تلک به تلک خلاص شوند، یعنی نه خداوند اگر مرا اجر و ثوابش نمیده مرا مؤاخذه نکنه به او وقتی که در خلافت گذاشته بود. حالی قدر امیرالمؤمنین هم و مسئولین امارت اسلامی هم امی دعا را دارند که خداوند ما را مؤاخذه نکنه به حقی که این ملت بالای ما داره. دیگه پاداش میده یا نمیده خداوند بکنه نصیب ما کنه، ولی خدا کنه که ما مؤاخذه نشیم. اسم هر مسئول و رئیس و آمر هم مسئول است. مسئول به معنای است که از او پرسیده میشه. اگر ملت این فرصت و زمان را پیدا نکنه که از مسئولین خود بپرسه و از گریبانشان بگیره که چرا تخطی صورت گرفته، چرا حقشان داده نشده، یا خدای نخواسته چرا عدالت تامین نشده، خداوند خوی این روز را میاره که سوال از همه مسئولین خواهد شد. دیگر واقعا هم هرات قسمی که مرکز دانش و علم و آگاهی است، همچنان اکنون به مرکز اقتصاد هم تبدیل میشه. صنعتی که ما در هرات داریم در دیگه ولایت ها نداریم. تجارای مخلص و شب روز زحمتکشی را که در هرات داریم در دیگه ساعات ما کم داریم. این هم نیاز به ارتقا و نیاز به همکاری داره. امارت اسلامی افغانستان در عقبش استاد است و سکتور خصوصی را، تجارای ما را و صنعتکارای ما را حمایت میکنه. شدیداً ما وعده میسپاریم ان شاء الله تمام ارگان‌ها مصروف از این است که حمایت برادران ما در عرصه اقتصاد شود تا اقتصاد کشور با پای خود استاد شود و از فقر و تنگدستی که داریم تمام کشور ما رهایی پیدا کنه، بخصوص ولایت عظیم هرات. گرامی، امارت اسلامی افغانستان یک نظام و حکومتی است که خود را حکومت اسلامی عنوان کرده. از بارگاه الهی توفیق می‌خواهیم که واقعا هم ما و امارت ما اهدافی را که یک حکومت اسلامی داره برآورده بتانه و از عهده این امانت بزرگ به کامیابی به در بیاره. قسمی که عالی قدر امیرالمؤمنین همیشه فرمودن و به ما توصیه کردن که امارت عبارت از ملت است. امارت از ملت جدا نیست و امارت کدام فکر خدای نخواسته نیست که ملت ما، مردم ما خواهان اون نباشه و آمده باشد تحمیل شده باشه. امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه در برابر اشغال 20 ساله استادگی کرد و به پیروزی رسید، هدف دومی امارت خدمت به مردم است. مسئولین امارتی یا امیر و رئیس و وزیر و مسئولین مختلف هرگز از ملت در برتری و بهتری ندارند، بلکه با ملت خود یکسان هستند، برعکس بلکه خادم ملت خود هستند. این توصیه علی قدر امیرالمؤمنین هم هست و انشاءالله هر مسئول امارتی خود را عند الله هم مسئول میدانه و خود را عند الناس و عند ملت هم مسئول میدانه. بعد از ختم جنگ، بعد از ختم اشغال، افغانستان یک فرصت بسیار خوبی را به دست آورده به خاطر آبادی، بهبودی و آینده سازی. 40 سال انرژی مختلف افغانستان مصرف جنگ شد. جنگ هایی که بالای ما تحمیل شده بود. ما به خانه هیچ کس به جنگ نرفته بودیم، ولی اشغالگران هر بار به ما تاختن، فرصت ها را از ما گرفتن، ظرفیت ها را از ما گرفتن، استعدادها را گرفتن و زمینه ها را گرفتن. بعد از 40 سال ما و شما شاهد از این هستیم که پس چیزهایی را که ما از دست داده بودیم به دست میاریم. یعنی زمینه مساعد شد که پس
به خاطر آبادی کشور خود فکر بکنیم، به خاطر بازسازی کشور خود فکر بکنیم، از لحاظ مادی و معنوی از کشور زیان دیده، تاوان دیده، او را پس جبران بکنیم. این زمینه فراهم رسیده. حالی وظیفه فرد افغان است، وظیفه ملت و حکومت است، وظیفه علماء کرام، دانشمندا و استادا و جوانای ماست، وظیفه خواهرای ماست، وظیفه تجارا و اقشار مختلف جامعه ماست که این فرصت را غنیمت شمرده به خاطر آبادی کشور از این فرصت استفاده بکنیم. چیزی را که ما در اینجا برای شما وعده می‌سپارم است، مثل که ما سخنگوی امارت اسلامی بودم در این سالا، امروز وعده می‌سپارم که سخنگوی مردم خود، مردم شریف هرات هم میشم به امارت. پیامایی را که دوستا به ما گفتن یا در مجالس به ما شریک ساختن، اینجا استادای بزرگوار به ما شریک ساختن، واقعا پیامایی بود، واقعا خواستهای بود که به درد ملت میخوره. یک حس اندرونی در داخل هر فرد هراتی وجود داره، میخواه آرام باشه، میخواه ارتقا پیدا بکنن، میخوان ظرفیت‌های علمی تقویه شون، بخش‌های مختلف علمی که هنوز در اونجا مشکلات وجود داره، ما رو پس یک معالجه بکنیم و راه مناسب حل برش پیدا شه. تمام چیزا رو من نوت کردم و ان شاءالله به بزرگان میرسونم. امید است که پیشرفت در این راستا داشته باشیم و این هم ما وعده میسپاریم. سخنان استادای گرامی بسیار هنوزم پر لطف بوده، مهربانانه فرمودن. اگر از زشتر هم گفته شود، اگر به ما قاطعتر هم گفته شود، انشاءالله ظرفیتی وجود داره که ما من حیث گوشای شنوا او را میشنویم، با خود نوت میکنیم، بدون از اینکه خدای نخواسته در قبال بزرگای ما بدبین شویم، او را به بزرگان میرسانیم. هیچ مشکلی وجود نداره، ما میفهمیم. هر افغانی که حس خود را جای اظهار میکنه، نظر خود را اظهار میکنه، او از یک درد است، او از یک حس درونی است که در قبال مردم خود مسئولیت را احساس میکنه، درد مردم خود را میشنوه، تعبیر میسازه و با کلماتی که از به ما گفتن یا میگن او از خواست ملت ماست، خواست مردم ماست. حکومت وظیفه داره که او خواست را مد نظر بگیره و قسمی که لازم است اقدامات صورت. امنیت چیزی بسیار بزرگ است، یک نعمت بسیار بزرگ که ما و شما سالیان سال تشنه آن بودیم. امنیت نداشتیم، ثبات نداشتیم، امنیت فیزیکی و روانی هر دو نداشتیم و باعث بدبختی کشور ما شده. حال الحمدلله امنیت آمده یک نعمت بسیار بزرگ است، ولی تداوم امنیت همکاری نیاز دارد. مردم ما، ملت ما در تمام ولایت به خصوص در هرات یک شهر پرنفوس است، همکاری با نظام، با ادارات امنیتی به خاطر حفظ و دوام امنیت نیاز است و ضرورت است. این وظیفه همه ما شده. در قدم دوم پیشرفت علمی و ارتقاء علمی، پیشرفت در حفظ ارزش‌ها، فرهنگ، دانش و دانشکده ها و همچنان پیشرفت در حفظ هویت مردم ما، ملت ما، بخصوص هرات. مثل که استادای گرامی فرمودن، هرات یکی از ولایت‌های بسیار پر افتخار ماست. ولایت‌هایی است که ارزش‌های بسیار گرانبهای ایجاد داره. علما، تراث اسلامی، آثار عتیقه و قدیمه، فرهنگ بسیار والا، زیبا و اسلامی، افتخارات جهادی در دوره جهاد، رزمندگی، حفظ از ارزش‌ها، قربانی و ایثار، تمام این چیزا جهت فرهنگی و میراثی هم داره که باید حفظ شود. وظیفه استادای گرامی، دست اندرکاران فرهنگ و همچنان برادرانی هست که در این راستا مصروف کار هستند که تراث اسلامی ما حفظ شود، فرهنگ ما حفظ شود، ارزش‌های ما حفظ شود، از لحاظ تاریخی باقی بمانه بر نسل‌های بعدی، قسمی که به ما باقی مانده و سالم انتقال یافته، از این به بعد هم بتوانیم افتخارات ما را به نسل‌های بعدی انتقال بدیم. این حفظ می‌خواد، کار می‌خواد و تلاش می‌خواد. ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان در عقب برادرای ما در این راستا هست.